سلام بچه ها، روزتون بخیر، بعد از ظهر ما بخیر. آقا امروز داریم میریم خرید. گفتم که شمارم ببرم ببینین که کالاها به چه صورته، قیمت ها چه جوریه و خلاصه شما با ما بیاین دیگه. و اینکه چون فصل گرمام تموم شده، وارد پاییز شدیم، خیلی از فروشگاه ها یه سری آف گذاشتن، جنسایی که برای تابستون و بهارشون بوده. خلاصه که بریم ببینیم چه خبره دیگه. صورت اینجا بریم مثلا یه پک 12 تایی از اینا توشه $12، ولی یه مثلا اگه بخواید اینجوری 3 تا جدا بخرید 55. خب به سر بتره که مثلا این بزیدید و خاطر اینکه سایزش بهتره و اضافه ها و حال اینجوری آپشن های اینجوری پک شده جعبه‌ای خیلی به صرفه تره تا اینجوری تک تک بکنید. مثلا ترازوی آشپزخونه $19 فعلا تو قسمت آشپزخونه هست. ترازوی این مدلیش من $14 داشته باشه. شیشش هم هست که دیگه خیلی کوچولوه، اینا $10. صاحب تاپرورشه مثلا یه پک 10 تایی به شامل همین میشه 25. یه پک 13 تایی ولی جنسش فرق میکنه دیگه، اینا همین $10. همین پک 5 تایی با جنس بهتر، سایز بزرگتر مثلا داره $31. واسه با جنس اون رو متفاوت میشه. بعد این مثلا 4 تایی $2. اینجا شیشه طوره، تکش $6. یا میتونید مزمونه کنید مثلا جنسش پلاستیکی طوره، منطقه هم برای فریزر همچنه ماشین زده این نگاه هست. پک 10 تاییش که من $7. اینجا دستگاه آب گازدار سازیه. این دستگاهش $89. ظرفایی که اینجا هستن برند همیتون، برند خودش استرالیا. تکی اگه بخوایی مثلا $3 هم تا اونجاها اون سرش $1 هم هست، مثلا یه دونه لیوان $1 اگه بخوایی تکی بخری. ولی خب این اون باز این پک داره که من جعبه پکش رو پیدا نمی کنم، ولی پکش باز قیمت بهتر میشه. مثلا 6 تا بشقاب بزرگه، 6 تا متوسط، 6 تا کاسه. خب اونجوری قیمتش بهتر میشه تا اینکه هی بخوای 3.50 بگیری. یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی جالبه اینایی که اینجوری جینگول تاره و رنگی و تهدار و ایناست و برای یه دونه توست هم هست، یه دونه توست درست میکنه، قیمتش $15. ولی اینایی که ما این پایین فرقی خیلی هم جینگول حالا نیست، 2 تا جای توست هم داره، اینا $7. یعنی خب به نسبت این که اومدن جینگولش کردن، رنگیش کردن و اینا و یه دونم هست، خیلی گرده. اما احسان ایرفرایر، مینی ایرفرایر داره، ایرفرایر بزرگتر داره و همینجوری سایز داره میکنده.
قیمت های مختلف هم هست دیگه، از $39 شروع میشه تا 100 خورده ای هم هستش. بریم پتوهاشو بکنیم. این مثلا سایز کینگشه $65. این سایز کوینشه $55. بعد اینا دیگه تک نفره میشن فکر میکنم. کینگ و کوین تک نفره قیمتشون کمتره. We couldn't have won this prestigious award without you. This award celebrates our passion to make everyday living brighter by supporting our communities and our ongoing commitment to مثلا این $1.8 در $2. این که $37 2.4 در $2. باز به متریال هم هستی که این مثلا جنسش خب ضعیف تره این کینگه تا اینی که اینو اول دیدیم. این خیلی قشنگ میمونه، جنسش محکم تر. این هم همون ابعاد 2.4 در 2.1 پتون تک نفره مثلا 2 نفر از کینگه دیگه. این $65 ولی این کینگه $37 بود. ولیش جنسشه مثلا این که خیلی نازک‌تره. اینجا دوشکی سایز سینگلش مثلا $20، برای کینگش $35. یه جنس هم هستن هر دو دیگه، فقط بخاطر اینکه سایزش از توی عوض شده. کوینش هم 30، یعنی 25 تکشه، بعد 30 و بعد 35 هستش. اما مثلا جنس های بهتر، جنس های ضعیف ترش مثلا الان این کوینش اگه اشتباه نکنم کوینش 25. اینجا برای بالش باز قضیه همینه، مثلا این 2 تا بالشت کلی سریه خیلی هم ناکنه 2 تاش جنسش هم خوبه. این مثلا 2 تاش رو هم 4 ولی اینجا یه ذره جنس بهتر میشه. ترکی فیلم 15 همینجور رو بینید اینجا به خاطر اینکه هزینه برق خیلی بالاه توی فصل سرما که دیگه الان کم کم وارد شدیم، از شب تا صبح وسیله گرمایشی روشن نمیذارن، ولی این دوشک‌هایی که برقی هست و میذارن زیر دوشکشون که یه لایه اون وسط باشه. حالا پوستشون هم مخصوص خیلی، ولی از این استفاده میکنن. مثلا این الان سینگلشه $29. کینگ سینگلشه، چون ببینید نوعه سینگل کینگ و کوین هم داره. حتی کینگ سینگلش مثلا 35 تا جای 29 تا و بعد همینجوری بزرگ میشه. این دیگه کوینه، برای تخت 2 نفره است. میبینید که 2 تا از اینا دارن که هر طرف سمت خودش رو بتونه تنظیم کنه چه دمایی میخواد. فکر میکنم چون ما هنوز از اینا استفاده نکردیم، فکر میکنم اینجوری که هر طرفی برای خودش تنظیم دما داره. این مثلا $52. کینگ 2 نفره که از من بزرگتر دیگه $62. برای همین همه از اینا استفاده میکنم. از اینها هم استفاده میشه تو خونه. فن هیتر توره
یا این فایرپلیس هیتریه، یعنی بکنم با برق کار میکنه، نمیدونم این چجوریه، ولی از اینا هم روشن میکنن. ولی خب اونم باز طولانی مدت ندیدیم. مثلا این که پا رو گرمه این هم وصل میشه به برق و پا رو گرم میگن. خلاصه برای اینکه سیستم گرمایشی دائم روشن نباشه و پول برق زیاد نیاد، برای طول شب تا صبح که خوابن از این داستانا استفاده میکنن. اومدم قسمت وسایل اینجوری به هم قیش که اسپیکر و میکروفون و ایناست، سایزهای مختلف، قیمت های مختلف. هستش که تو این قسمت پرینتر رو دستگاه رو گذاشتم، میتونیم بریم کارتون رو بکنیم و پرینت بگیریم. اگه چه پرینتی بگیریم میتونیم بریم پرینت بگیریم که فکر میکنم قیمتش رو اینجا نمیدونم، برگه‌ای حساب کنیم با پرینت رنگی سیاه سفید و بعد اینجا کارت بکشیم. بخش نامزد تنگیش رو ببینیم، مثلا این الان آف داده اینا که کلا برچسب زردن آف، مثلا از این مارکرها یه دونه میشه اینجا مارکر چند رنگ بستش 3 تا. نامزد تحلیلش رو ببینیم. اینجا که می‌بینیم قیمت نامزد تحریکاش خوبه به نسبت مثلا دفتر 128 بعد رابطه با شوپی از این کلاس و شیتا و همهشون قیمت نامزد تحریکش خیلی بهتره تا اینکه بریم از فروشگاه رو بگیریم. آفیس هم قیمت نامزد تحریکش خوبه، منطقه خب قیمت به نسبت بهتر می‌سنده.
قسمت وسایل مربوط به پت و حیوان خونگیه. حالا من بخشم خانما هستم. اینایی که اینجوری تگ زرد روش خورده همه تخفیف خورده. حالا یا چند تا آخرشه یا چند سایز خاص یا رنگ خاص هست. مثلا این بخش رو نوشتن همش کلیرنس، یعنی برای اینکه دیگه جمع کنم همه رو آف گذاشتن، همش 15 دلار. یا اینجا شلوارا همینطور.
کدومش هم میشن دو بعد سالات میشه دو بعد غذا رو خدا شیش و 5 کنم و توله باید وزش کنیم و چند میشه خب این از این سیزارم شیرینه برای سیزارم آمودی و این دارم وقتی باشت شده یا دوستینا شده داریم یا دیگه باقی من هستیم که بور بگه چی هست سیزدانی که با نرشم شدن چهار و هفته هیچ باید فقط از که زنه زمین شستنش میشه همش بسمش میشه گاه میشه کردن چه علکی همه من میشه برمی چونش اینا حالا این که شرکت های مختلف و قیمت های مختلف داره ولی ما معمولا نمای خود خود رو برمی داریم که کیفیتش هم عالیه همون که قیمتش از همه پایین تره چون برای خود کروزه من از این پایین میدادم لب باشیم